دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی روز 5 مارس سال 2024 در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که ریاست این دانشگاه تصمیم گرفته است که از آغاز سال نو تحصیل یعنی از 1 سپتامبر سال 2024 از جانب دانشجویان استفاده تلفن‌های سنسوری اسمارت فون در روند تعلیم و حدود دانشگاه قطعاً منع کرده شود. این تصمیم را ماموریت دانشگاه به خلل رساندن استفاده تلفن‌های موبیلی به جریان درس و دانش آموزی دانشجویان ربط داده خطر توسط تلفن‌ها به عقیده‌های تروریستی و افراطی و غیر اخلاقی گراییدن دانشجویان را یک سبب دیگر منع تلفن‌های سنسوری در حدود دانشگاه نامیده است. ماموریت دانشگاه آموزگاری در شرح این تصمیم خود نوشته است: تحلیل‌ها نشان می‌دهند که استفاده به مورد تلفن‌های موبیلی در صنف‌ها به روند از خودکنی و دانش آموزی دانشجویان خلل وارد نموده صفت درس‌ها و مشغولیت‌های تعلیمی و تربیوی آموزگاران را کاسته می‌گرداند. در برابر این تماشای منتظم نوارهای ویدیویی سامانه‌ها و شبکه‌های اینترنتی که خصوصیت افراط‌گرایانه، تروریستی و اکستریمیستی و غیر اخلاقی و دور از فرهنگ ملی دارند به مفکوره جوانان تأثیر منفی می‌رساند. دانشگاه آموزگاری می‌افزاید که هرچند استفاده بردن تلفن‌های موبیلی در روند تعلیم در اساس یک قطار سندهای معیاری حقوقی از جمله قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف منع کرده شده است، وقت‌های آخر نظارت اجرای مقررات مذکور به طور ضروری راه اندازی نشده بود و از این رو تصمیم ریاست دانشگاه در مورد منع نمودن استفاده تلفن‌های موبیلی سنسوری اسمارت فون در روند تعلیم در حدود دانشگاه از جانب دانشجویان عمل سر وقتی بوده به بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیه در مؤسسه مساعدت می‌نماید. همزمان ریاست دانشگاه آموزگاری از والدان دانشجویان دعوت کرده است که تا بدون تلفن‌های موبیلی در درس حاضر شدن فرزندان خود را تحت نظارت جدی قرار دهند. اما این تصمیم ریاست دانشگاه واکنش‌های مختلفی را به بار آورده است. برخی از آن پشتیبانی کرده می‌نویسند که هوش دانشجویان بسیار وقت به تلفن‌هایشان شده، با آنچه که معلمان برایشان میگویند چندان توجه نمی‌کنند. اما برخی دیگر این تصمیم را بازگشت به عصر سنگ عنوان کرده نوشتند که در عصر 21 مانع استفاده فناوری‌های نوین از جمله اسمارت فون و پلنشت شدن مقامات صوبه معارف تاجیکستان به همان لحظه مشهور داستان از فیلم حسن عرابکش میماند که قهرمان بنبولات و طیف با اسب و عرابه‌اش چقدر جد و تلاش کرد که با تکنیک معاصر سبقت کند، ولی نتیجه این شد که هم سبقت را باخت و امر خویش را از دست داد.